دوستا سلام، امید جور و صحتمند باشین. این موتر کراوند است دوستا. هیچ وقت کوشش نکنین موتر کراوند بدون تیل روشن کنین، البته موتر کراوند برقی را، که این باعث میشه که ما اینی بیتری از این را فیل کنه. وقتی این فیل شد موتر دیگه چالان نمیشه. این مجبور هستین که شما این را از این قسمت موتر باز کنین. یک خوب بیتری کنکشنی موتری داره، یک تا اینجا یک تا سیتی پیش روی. زمانی که شما یک موتر کراوند بدون تیل کوشش میکنین روشن کنین، او باعث میشه که از سر بیتری کلان خود چارج بگیره و این را فیل کنه. وقتی ای که فیل شد تا باز نکنی پیشوار این کار نبری جور نمیشه. دوستان پس بیتریش بسته شد، منظم بسته کردیم. حالا میریم در این قسمتی که بریم چالانش کنیم که کامپیوتر چی میگه، آیا مشکلاتی که ما برش حدس بدیم اما هست یا نیست. دوستان عزیز، این حال ما موتر چالان میکنیم. بعد از اینکه در کامپیوتر زدیم دیگه سویچش میکنیم، آیا میبینیم که چالان میشه نمیشه. اینا دوستان موتر روشن شد و خیر بریم حرکت دیگه. طرف طراحی میریم. یک وقتی موتر روشن کردن یادم نره دوستا که وقتی چالان شد شما حداقل 5-10 کیلومتر راه برین با موتر که امو بیتری که فیل شده بود، بیتری برقیش باید چارج بگیره. همونطور از انجینر زاده بله. باید یک چکر بزنین که بیتریش خوب فول چارج بگیره و دیگه آینده موتر بدون تیل چالان نکنین. حتی گروپش که سرخ میشه وقتی علامت میته گوش کنین که دوباره زود تیل بزنین دیگه. خدا یار و مددگارتون دوستا.